سه گلوله مشابه باردار از یک نقطه آویزون شدند و در سه گوشه یک مثلث متساوی الاضلاع در حال تعادلند. بار الکتریکی گلوله ها چقدره؟ درود بر شما دانش آموزان عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. من رضا نظری هستم، به آکادمی فیزیک نظری خوش اومدید. امروز در خدمت شمام تا یه سوال جذاب از المپیاد فیزیک مبحث قانون کولون براتون حل کنم. بریم با هم سوال رو ببینیم. سه گلوله کوچک هر یک به جرم M و بار الکتریکی Q از یک نقطه مشترک به وسیله نخهای ابریشمی که طول هر کدام L آویزون شدند. شتاب گرانشی G هست. Q چقدر باشه تا گلوله ها در گوشه های یک مثلث متساوی الاضلاع به طول ضلع D قرار گیرند؟ خب بچه‌ها، خود این سوال شکلی به ما نداده. واسه اینکه درک بهتری از حل این سوال داشته باشین، من این شکل رو براتون میکشم که یه تجسم سه‌بعدی از این سه گلوله داشته باشین. عمدن همطوری کشیدم که انگار داریم یه ذره از بغل نگاش میکنیم. چون اگه اینجوری شکل رو میکشیدم، زاویه ها و خط های فرضی که قراره تو شکل در نظر بگیرم رو نمیشه خوب نشون داد. زاویه‌ای که واسه حل این سوال باهاش سر و کار داریم زاویه تتا هست که این زاویه همون زاویه انحراف هر گلوله نسبت به خط فرضی عمود بر سقف که از نقطه اتصال نخها به سقف میگذره و چون جرم هر سه گلوله و طول نخها با هم مساویه، این زاویه واسه هر سه گلوله یکسانه. در ضمن با توجه به تقارن مسئله، این خط فرضی از محل تلاقی نیمساز زوایای این مثلث یا تلاقی عمود منصف اضلاع این مثلث هم میگذره که اسم این نقطه رو O میذارم و فاصله این نقطه تا هر گلوله هم یکسانه و اسمش رو Z میذارم. حالا بریم سراغ بررسی نیروها، این که چه نیروهایی به هر گلوله وارد میشه و در چه جهتی هستن. اولین نیرویی که میخوام بررسی کنم نیروی الکتریکیه. به طور کلی راستای نیروی الکتریکی که هر دو ذره باردار به هم وارد میکنن در راستای خط واصل دو باره و چون اینجا طول هر سه نخ با هم مساویه، پس هر سه گلوله در یک صفحه فرضی موازی با سقف قرار دارن که راستای نیروی الکتریکی وارد بر هر گلوله هم تو این صفحه قرار داره. از طرفی هر سه تا بار اینجا یکسانن، پس همدیگر رو دفع میکنن و جهت نیروی الکتریکی در جهت بیرون از گوشه های مثلث یا در جهت دور شدن گلوله ها از همدیگه است. اگه گلوله ها رو از بالا یا پایین به طور عمود نگاه کنیم، یه همچین شکلی میشه و جهت نیروی الکتریکی که به هم وارد میکنن به این صورته. نیرویی که به هر گلوله از طرف دو گلوله دیگه وارد میشه مقدارشون با هم مساویه، چون هم مقدار بارها و هم فاصله بارها با هم مساویه. زاویه بین هر دو نیرو هم 60 درجه است. پس نیروی برآیند الکتریکی وارد بر هر گلوله رو که با Ft نشون میدم، با استفاده از جمع برداری به روش متوازی الاضلاع جهتش به این سمت میشه و مقدارش هم میشه 2F کوسینوس 30 درجه. چون دو بردار F با هم مساویان، بردار برآیندشون یا Ft در راستای نیمساز دو بردار F و اگه تصویر این دو بردار رو تو این راستا به دست بیاریم، میشه F کوسینوس 30 درجه به اضافه F کوسینوس 30 درجه که میشه 2F کوسینوس 30 درجه. البته همین مقدار رو میتونیم از رابطه جمع برداری هم به دست بیاریم، یعنی C2 مساوی با A2 به اضافه B2 به اضافه 2AB کوسینوس آلفا که اینجا باید به جای A و B F رو بذاریم و به جای آلفا 60 درجه و به جای C هم Ft رو بذاریم. رابطه مثلثاتی 1 به اضافه کوسینوس آلفا مساوی با 2 کوسینوس 2 آلفا دوم هم نیازمون میشه. اگه همه اینا رو لحاظ کنیم و یکم محاسبات ریاضی انجام بدیم، به همون مقدار 2F کوسینوس 30 درجه میرسیم. البته به نظر خودم با روش هندسی مقدار Ft رو به دست بیاریم خیلی راحت تر باشه. حالا مقدار F و کوسینوس 30 درجه رو میذاریم تو این رابطه. پس Ft مساوی با 2K Q2 به روی D2 در رادیکال 3 دوم که این هم میشه رادیکال 3 در K Q2 به روی D2. خب این مقدار رو واسه Ft فعلا داشته باشین چون بعداً بهش نیاز داریم. الان دیگه موقعشه بریم سراغ دو نیروی دیگه‌ای که به هر گلوله وارد میشه، یعنی نیروی کشش نخ و نیروی وزن. چون نیروهایی که به هر گلوله وارد میشه مشابهن، واسه یکی از گلوله ها به طور مجزا این شکل رو میکشن. نیروی وزن به سمت پایینه، نیروی Ft عمود بر mg و به سمت راسته. نیروی کشش نخ هم در امتداد نخه.
نیروی کشش نخ رو باید در راستای افقی و عمودی تصویر کنیم. پس اگه این زاویه تتا باشه پس اینم تتاست. و تی کوسینوس تتا به سمت بالا و تی سینوس تتا هم به سمت چپ میشه. خب چون گلوله ها در حال تعادلن پس نیروهایی که در یک راستا و خلاف جهت همدیگن مساوی هم قرار میدیم. پس Ft مساوی با تی سینوس تتا و mg مساوی با تی کوسینوس تتا. این دوتا رابطه رو اگه بر هم تقسیم کنیم میشه Ft به روی mg مساوی با تانژانت تتا. در نتیجه Ft مساوی با mg تانژانت تتا. حالا با توجه به شکل باید مقدار تانژانت تتا رو به دست بیاریم. تعریف تانژانت تتا که میشه ضلع روبرو به ضلع مجاور. ضلع روبرو به زاویه تتا میشه z و ضلع مجاورش رو میتونیم از رابطه فیثاغورس به دست بیاریم که میشه رادیکال L2 منهای Z2. تو این شکل تعریف کوسینوس رو واسه این زاویه 30 درجه مینویسم، یعنی ضلع مجاور به وتر که میشه d دوم به روی z. مقدار کوسینوس 30 درجه هم که رادیکال 3 دومه. این دوها رو با هم ساده کنیم z میشه d به روی رادیکال 3. حالا میتونم تانژانت تتا رو به جای z بر حسب d بنویسم که میشه d به روی رادیکال 3 در رادیکال L2 منهای d2 سوم. اگه اینو به جای تانژانت تتا تو رابطه Ft بذارم Ft میشه mgd به روی رادیکال 3 در رادیکال L2 منهای d2 سوم. اگه رادیکال 3 رو تو رادیکال کناریش ضرب کنم این عبارت میشه mgd به روی رادیکال 3L2 منهای d2. الان دو تا رابطه واسه مقدار Ft به دست آوردیم. رابطه اول این بود و اینم رابطه دوم. پس وقتی سمت چپ این دوتا رابطه که Ft هست با هم مساویه، بنابراین سمت راست این دوتا رو میتونیم مساوی هم قرار بدیم. یعنی رادیکال 3k q2 به روی d2 مساوی با ngd به روی رادیکال 3L2 منهای d2. اگه دو طرف این معادله رو در d2 ضرب کنیم و بر رادیکال 3k تقسیم کنیم، معادلمون میشه q2 مساوی با mgd به توان 3 به روی رادیکال 3k در رادیکال 3L2 منهای d2. دو تا رادیکال توی مخرج رو در هم ضرب کنم این عبارت میشه mgd به توان 3 به روی k رادیکال 9L2 منهای 3d2. پس وقتی q2 مساوی این عبارت باشه در نتیجه q میشه رادیکال mgd به توان 3 به روی k رادیکال 9L2 منهای 3d2. یعنی جواب میشه گزینه 1. خب ممنون که تا اینجا همراه من بودین. اگه این ویدیو واسهتون مفید بود حتما واسه دوستاتون بفرستین. در مورد مبحث قانون کولون اگه سوال یا اشکالی دارین تو کامنت ها یا دایرکت اینستاگرام یا تلگرام حتما ازم بپرسین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه اون زنگوله رو نزدین حتما زنگوله رو فعال کنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین.